عزیز و گلم، خیلی خوش اومدید به یکی دیگر از روم های پابجی موبایل لایو استریم ایران استریم. روم سوممونه. نتمون هم این وسطه قطع شد وگرنه ویومون نفراتی که شرکت کرده بودن یه مقداری باید بیشتر می بود. قطع شد، رفتیم نتو چنج دادیم اومدیم. 11 اسفند 1402 رومی که داریم بین 20 تا شرکت کننده. طبق روالمون روم سوم میدستین بیشتر بچه ها اومدن. میدستین درگیری ها بیشتر تو میدستینه. بازیکن شماره 48 خوب جایی قرار گرفته. اینجا رو بچه ها واقعا جای گلیه تو میدستین. حالا ببینیم چی میشه. این بچه هایی که میان این بالا کارشون به کجا میخوره. بازیکن شماره 48 رو میبینیم داره لوت میکنه. بازیکن شماره 6 هم جلوش داره. دو تا بازیکن جلوش داره. بالا نمون چون توی میدستین نفرات زیاد اومده. پارسای دلی رو میبینیم. دست قبل فکر کنم تونست اول بشه پارسای دلیر. لباسش هم نپوشیده. یه زن لختی اومده تو بازی. آقای غلامرضا رو میبینیم که از این ور اتک شد توسط بازیکن شماره 3. خب درگیری ها رو این اولاش یه ذره پوشش دادن مچ سخته دیگه. یه ذره پوشش دادن سخته. دوباره پارسای دلی رو میبینیم. این بازیکن لخت رو خواهشم بعد پارسا دست بعد لباس تو حتما بپوش. لباساتون رو تنتون کنید لخت نیاد تو خیابونا زشته. خب درگیری بین 11 و 13 بازی. اسلحه SMG سمت شماره 13. هلمت وست هم داره. 13 رو میبینه خوب. اصلا ایمش تو در دیوار راحت میتونست بازیکن شماره 13 رو بزنه. اینجا بازیکن شماره 11 بازیکن 13 حالا ممکنه بزنش. خیلی راحت میتونست کارو تموم کنه. خیلی با شانس این آخرش ایمش خوب شد. هد زد. از اون ور شماره 3 رو داریم میبینیم داره راش. به نظرم 3 بازیش دیدنی تر باشه. رفت سمت 11 داره راش میده بهش. SMG خیلی بد راش داد. خیلی بد راش داد. شماره 11 راحت زدش. ایزی تارگت. بازیکن شماره 3 زدش به راحتی هرچه تمامتر. خوب داره میزنه خودش اینجا. بازیکن شماره 11 IR سامی. دوباره یه نفر دیگه هم داره. همین شد 4 نفر زد دیگه. اشپیش اومده بود پایین نمیتونست این نفر پنجم بزنه. خب تا اینجای کار آقای زئوس بیشترین کیلو آقای IR سمی داشت که همینطور که خودتون دیدید حذف شد. حالا بیشترین کیل بهترین بازیکن این روم تا به اینجای با کار آقای زئوس بازیکن شماره 48. بازیکن شماره 1 هم دیده که یکی از قدرهای رومامونه. دیدهش داره میره سمتش. این هم میتونه فایت جذابی باشه بین بازیکن شماره 48 و بازیکن شماره 1. اسلحه UMP داره راش میده به سمت بازیکن 1. خیلی بد راش داد. یه لحظه شاتگانشو برمیداره. فهمید که شماره 1 گراشو گرفته. 1 هم به نظر میرسه که خیلی فایت قشنگی رو اینجا شاهدیم. 1 خیلی خداییش قشنگ زدش. اینجا بازیکن شماره 48 قشنگ اینجا کار کرد. دوست داشتم پلیشو قشنگ زد. معلومه بازیکن پرو پلیریه. تا اینجا رو خوب اومد. خوب داشتیمش. خوب زد. بازیکن شماره 48 زئوس سیمپل. حالا 12 رو داره جلوش. 12 فکر کنم کامل گرفته براش. 12 کامل گرا داره. شماره 48 نمیدونم 48 دیدش یا نه. گراشو داره. یه مولوتوف میزنه بهش. خیلی قشنگ بازی میکنه این 48. این چه مولوتوفی انداخت وای میسه. تا این 3 تا رومو داشتیم. این بهترین بازیکن این 3 تا روم این بوده. این بازیکن شماره زئوس سیمپل بازیکن شماره 48. این بازی خیلی داره قشنگ بازی میکنه. واقعا خوشم اومد. یه لحظه میره فرست پرسن میکنه. چقدر قشنگ فایت میدادم. لذت میبره.
اگه بعدن اومد رو لایو استریم حتما دیوایسشو بگه، دیوایسش و اینکه چند انگشتی پلی میده چجوری پلی میده حتما بیاد بگه. آقای شماره 48 زئوس دست بعد مود بذارم، بذار دست بعد مود بذار. خداییش قشنگ بازی کرد. یعنی این دستای قبلی من زیاد، ولی این دست اگه این نبره خداییش من شرمنده میشم، من یه مقداری ناراحت میشم اگه این بازیکن شماره 48 نبره. زئوس سیمپل اگر نبره من یه مقداری ناراحت میشم، چون خیلی قشنگ بازی کرده. 5 تا کیل تا به اینجای کار. اسلحه‌هاش هم شاتگان جدیدن خیلی برمیدارن، مخصوصا تو این مپ، تو این 3 تا رومی که داریم میزنیم. من خودم اصلا شاتگان ور نمیدارم، ولی خب تو این مپ لیویک به نظر میرسه که تو این بازیکن‌های پلیرهای ایرانی که خودمون اینجا داریم این شاتگانه خیلی برداشته میشه، تو فایت‌ها خیلی به کار میان، خیلی بیشتر از اون چیزی که من فکر میکردم خودم پلی میدادم. خب همچنان تو میدستین دوباره درگیری داریم. چه پلی میده این بازیکن، بازیکن 15 رو هم میزنه. اگه اول نشه من ناراحت میشم خداییش. خیلی با اختلاف سر نسبت به بقیه بازیکن‌ها پلیرایی که داریم مشاهده میکنیم این واقعا سره. بچه‌ها روم بعدی هم رضا دمش گرم ساخته، تو رومش برید تا من میام اینا که حالا میبازن و اینا برن تو روم تا ما هم اضافه بشیم به جمع پلیرها و بیننده های روم. یه لحظه بچه لایو استریممون قطع شد، ویومون تا 40 و اینا رفته بود ها، دوباره برگشتیم عقب، دوباره ویو کم شد. خواهش میکنم از لایو استریم بیرون نرید وقتی که لایو استریم قطع میشه. خواهشی که ازتون دارم از لایو بیرون نرید که داشته باشید ما رو. دمتونم گرم. این رومو الان خوب بوده من و سامان با هم قشنگ گزارش کنیم، تصویر سامانم بیارم اون پایین. و سامان بدبختی رفته گیم لوپشو حذف کرده. قشنگ باید سامان تصویرتو بذارم این پایین. حالا تصویرم نداشتی ولی اگه داشتی که خیلی بهتر. قشنگ نصف میکنیم، تصویر پایینم سامان بیاد. 2 نفری انشالله تو روزهای بعدی سعی میکنیم سامان هم داشته باشیم گزارشگر. تو لایو استریمامون باشید که روم بزنیم، سامان هم انشالله باشه برای گزارش. وبکم هم داشته بهتر نصف میکنیم، وبکم سامان هم میاد پایین و 2 نفری با هم بهترین لایو استریم ها رو براتون، بهترین روم ها رو براتون گزارش میکنیم. در حد بوندسلیگا آلمان گزارشی میکنیم، در حد بوندسلیگای آلمان. دوباره بازیکن شماره 1 رو میبینید، هر دست کمپری میان میشه اول. وجدانه این دست اگه این شماره 1 اول بشه حالم از زندگی به هم میخوره، حالم به هم میخوره از زندگی اگه این اول شه، مثل دست قبل. چون هم لباسشو نمیپوشه، هم هر دست با کمپری و از پشت زدن و اینا میان اول میشه. خب خداییش حق این پلیر 6 تا کیل همچنان تو میدستینه. بقیه بچه ها داخل میدستین نمیشن، سعی میکنن خارج میدستین نزدیک میدستین پلی بدن. همه نزدیکن، همه نزدیک میدستینن. بالاخره اینجا فایت داریم. 14-48 اسنایپش ببینیم میتونه بکنه یا نه. اونم رفته دراپ روت کنه. 48 اون داره چی کار میکنه، با ماشین داره میره. همچنان بازیکن شماره 16 میبینید با اسنایپ مونده، هیچ واکنشی نشون نمیده، مونده که با M4 بزنش. آخرم خودشو نشون نداد. البته رو بد کسی هم گرفته ها، رو بد کسی هم گرفته. مثلا جایی بودم نشون نمیدادم خودم. حالا 14 رو میبینه از اون و ببینم میتونه 14 رو بزنه یا نه. وارد میشه بازیکن شماره 16 بازی، شماره 14 رو روبروش داره. گان M4 هم داره.
روی یه نفر زیاد نه، روی یه نفر زیاد. مرسا پسر با آره به خدا. خب بازیکن 7 دوباره درگیره. 7 تا کیل، 1 کیل دیگه هم گرفت. ما نبودیم روش، 1 کیل دیگه هم گرفت. خیلی بد پلی میده این، با اختلاف اوله ها، یعنی هر کی رو دیده رحم نکرده. چه پلی میده. حالا یک لحظه کم میکنه، یه لحظه کم میکنه. فکر کنم یکم دیده اونجوری که بعضی موقع یه کمپای ریزی هم میزنه، ولی واقعا پلیره. تو میدستین این چیتره بابا. حالا شاید گفته چیتر روش رو بازیش بیشتر تمرکز میکنم. ببینم به خودتون هم نظر بدید دیگه. ما بیشتر رو بازی این بودیم، خودتون تا آخر بازی نظر بدید چیتره یا چیتر نیست. من که چیزی ندیدم که چیتر باشه، تا اینجا دیدم خیلی خوب پلی میداد. چیزی که من دیدم خوب پلی دادنه، ولی شما هم خودتون تو لایو استریمید ببینید. رو چیتش هم من دقت نکردم، من چیزی ندیدم، من خوب پلی دیدن رو فقط دیدم. بازم بیشتر دقت میکنم چشم، اگر دیدم چیت میزنه دست بعد راش نمیدیم، ولی من تا به اینجای کار چیزی ندیدم. خب بقیه بازیکن‌ها رو دارید میبینید، خیلی دیگه نزدیک نیستن. حالا اینجا یکیشون بالاخره بکنم، اینجا 3 تاشون یه ذره به هم نزدیک. اینجا 16 و 5 خیلی نزدیک هم. کنه یو ام پی 16 رو کامل دیده، نمیخواد راش بده، میخواد یه ذره 4-5 تا شات میده. خوبیش بین صدا خفه کن داشت. نمیدونم 16 فهمید یا نفهمید که این داره میزنش. فکر کنم فهمید، یه گرای ریزی ازش گرفته. آره گرفته. اصلا M4 اسکوپ 6 شروع میکنه شات. انصافا خوبم میزنه خداییش. بازیکن L2 شماره 16 بازی یه نیدم میندازه براش. خوب ایمشو دوست داشتم با اسکوپ 6. خوب زد خداییش، ایمش خوبه. ایم بازیکن شماره 16 رو دوست داشتم، خوب زد خداییش، تیر میس نداد. دوباره فایت. اوه 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 اوه. دیدید چی شد بچه ها؟ بهترین بازیکن رومو اینجا زد. این بازیکن داشت با ماشین، حالا نمیدونم یه صدایی گرفته بود یا چی، نمیدونم، یه لحظه من خیلی دقت نکردم، فقط دیدم خیلی ایزی چیز شد. همین بازیکنی که میگفتین چیتر و فلان و اینا، بهترین بازیکن این رومو زد. این بازیکن شماره 16 تیراشو میس نمیده. اینو من بیشتر چیترش دارم تا اونه که شما. البته اینم بازیش خوبه، اگه چیتر بودون مرغ بالا سرشو فکر نمی کنم داشت. اینو من چیتر نمیبینم هیچ کدوم ماشاءالله. اینو اگه میگفتی چیتر، من بیشتر رو چیتر. این اصلا تیر میس نمیده لامصب. اینو بیشتر بهش میشه بگی چیتر تا اون. روم جدیدم بچه ها ساختن، اون دوستان عزیزی که از دست روم قبلی موندن میتونن روم جدید رو برن داشته باشن تا ما خودمونم اضافه بشیم. دمش گرم. سامانم لطف میکنه اینا رو میذاره. من خودمم از رو چیز سامان یه کپی بگیرم بذارم. هیچ کس چیتر نیست. نه میگم باز این مشکوکتره نسبت به اون چیتر نبود. اونو من خداییش باز این مثلا میشه بگیم که مثلا چیز داره، چیت ایم و اینا داره، ولی اون نداشت خداییش. این چیزاش میس نمیره تیراش. به نظر من دیگه این من کرده این بازیکن شماره 14 بتونه با شانس و از پشت سر و اینا بتونه بزنه. گراش هم داره کامل. بازیکن 16 اینجوری به نظر میرسه که گراش 14 رو کامل داره. به احتمال زیاد خودش برنده این روم باشه. بازیکن شماره 16 ببینیم چه میکنه. این دست خدا رو شکر چیز نداشتیم دیگه، چی بهش میگن، تیماپ و نمیدونم استریم اسنایپ و اینا. من چیزی ندیدم. این دست با اینش حال کردم. 2 تا پلیر خفنم بود تو بازی، خوب بود. این دست رو دوست داشتم. 2 تا پلیر خفن تو بازی بود، چیت هم نبود.
چی بهش میگن تیماپ و این چیزا هم تو بازی زیاد نبود. این دست رو دوست داشتم، خداییش دست قشنگی بود. هنوز به اون فایت هایی که رومایی که قبلا میزدیم خب پلیرهایی که میومدن خیلی خفن بودن، هنوز به اونا نرسیدیم، به اون رومای قبلیمون نرسیدیم، ولی خب پلیرهای خفن زیادی اون موقع میومدن، هنوز به اونجا نرسیدیم، ولی بازم ستودنیه، خوبه، باز خوب بود بازم. خب روم بعدی بچه احتمالا روم آخرمون هم باشه، چون سامانم نیست که یه مقداری گزارش و اینا بهمون کمک کنه. من خودم هم دیگه تکی خسته میشم. روم جدیدم بچه ساختن، دمتون گرم، برید تا ما میایم. دم این دوستمون هم گرم که امروز روم زد. روم بعدی احتمالا بچه روم آخره دیگه، اگه میخواید شرکت کنید دیگه. منم خسته شدم. انشالله رومای بعدی هم میذاریم روزهای بعدی که سامانم باشه، بتونه تو گزارشش هم بهمون کمک بکنه. بازیکن شماره 16 رو میبینیم، کامل 14 رو روبروش داره، کامل گراش رو داره. خب با یه ذره گراش رو با تخمینی داره، اون راستر گرفت، این یه ذره چپتر بود. گراش رو کامل نداره، فقط میدونه 14 اینجاها هست. خب گراش رو کامل گرفت به نظر میرسه. 14 هم از اون ور داریم، رو 16 میمونیم دیگه. 16 ایمش بهتره، احتمالا خود 16 بزنه فایتو. داره راش میده به سمت بازیکن شماره 14. یه ذره اونم ببینیم داره چیکار میکنه. اونم مونده پشت سنگ، داره نیمچه گرایی داره. از 16 میتونست راحت اینجا بزنش، منتها تو یه مقداری دیدم بالاخره همو دید. 14 هم اینو دید. شروع میکنن فایت با هم، ببینیم کدوماشون پیروز میشه. خارج زون میشه، کامل همو دارن. فایت رو در رو، فایت رو در رو، انتهای گیم. این فایت قشنگی برای آخر مچه، یه فایت رو در روی 1 به 1 برای آخر مچ. این فایت رو دوست دارم، این فایت رو دوست دارم. این فایت قشنگه برای آخر مچ. رو در رو کدام میزنه و بالاخره این بازیکن اون باید میزد ها، ولی دوباره این تیرش خطا نرفت. اون بهتر میتونست اینو بزنه، ولی این لامصب دوباره تیرش خطا نرفت. خب من نمیدونم واقعا چیتر بود یا نه، ولی تیراش خطا نمیرفت. این بیشتر به نظرم مشکوک بود به چیت تا اون یکی که شما گفتید، چون یه دونه تیر من از این ندیدم میس بده تو بازی. خب خودش اول میشه با 3 تا کیل، خوبم بازی کرد. بعیدم میدونم چیت داشته باشه. بازیکن دویله بدون اینکه هیچ کیلی داشته باشه، حالا من اگر اشتباه میخونم شرمنده، اسمات بعضی از دوستان خیلی سخته. دوم شد با 0 تا کیل. خودتون بازی ها رو دیدید. زئوس که به نظر من از همه قشنگتر بازی کرد. فقط نفهمیدم اون فایتتون ماشینه چی شد که خورد فایتر اونقدر بد. فکر نمیکردم یه چنین فایتی رو بخوره. سوم شد، ولی بازیکن 1 و 3 خوب بازی کردن. این رومه رو من دوست داشتم به 3 تا دلیل. یکی این که 2 تا پلیر خوب داشت، تا آخر مچ هم اومدن. این دلیل اول. 2 فایت آخر گیمی که بود خیلی قشنگ بود، یعنی رو در رو بود و چش تو چش بود و فایت رو در رو و قشنگی داشتیم فایت به عنوان فایت آخر. و سومین دلیلی که به نظرم قشنگ بود، تیماپ رو از این سوس کلک بازی ها تو بازی نبود. برای همین بود که من دوست داشتم. بریم که روم آخر هم داشته باشیم. مرسی که بازم با من همراه بودید. بریم برای گزارش روم آخر.